تشکیلات امانتی قرضی خردی ایمان اینترنشنال و مرکزی توتکا ورکینگ بیس در شهر خوجند با مقصد بلند برداشتن معرفتی مولوی جوانان نورسان آزمون به طور زیبا گذراندند. در آن یک گروه جوانان اشتراک نموده دانش مولوی خود را سنجیدند. دیبات یا خود مسابقه مباحثه‌ای در موضوع پول در سه دوره گذرانده شد. دیبات در حاضر زمانه برای جوانان امکاناتی خیلی کلان را فراهم می‌آورد که آنها توانند فکرانی خود را صنعت فکرانی خود را پیش برند، صنعت سخنوری خود را پیش برند. تشکیلات امانتی قرضی خردی ایمان اینترنشنال با کمک مرکزی توتکا ورکینگ بیس دیبات یا خود مسابقه مباحثه‌ای در سه منطقه تاجیکستان، خوجند، باختر و کولوب بین جوانان تشکیل نمودند. در آن زیاده از 150 نفر نورسان و جوانان شرکت ورزیدند. در مسابقه مباحثه‌ای مسائل مالیه و تاثیر تحصیلات مولوی در حیات انسان محاکمه گردید. اشتراکچیان خیلی بسیار خوب بازی میکنند که این بازی را بسیار جالب کرده است. اول تشکر به من организаторон یعنی ایمان اینترنشنال توتکا ورکینگ که چنین دیبات رو تشکیل کردند. معرکه بین‌المللی برای بلند برداشتن معرفت مولوی نورسان و جوانان از جانب بانک‌های مرکزی، وزارت‌ها و دیگر مقامات دولتی، مؤسسه‌های بانکی، تشکیلات جمعیتی، دانشگاه‌ها تشکیل کرده می‌شود. هدف بلند برداشتن دانش و معرفت مولوی نسل نورس محسوب می‌شود. Наша организация вместе с ИМОН организовали в честь Global Money Week дебатный турнир, в котором участвует очень много молодежи, делится своими знаниями, опытами в сфере дебатов. Наша цель развивать дебаты среди молодежи. در جنبسته مسابقه به غالبان تحفه‌های خاطره‌ای و سهمیه‌ها به تشکیلات امانتی قرضی خردی ایمان اینترنشنال به مبلغ 500 350 و 250 سومانی تقدیم کرده شد. گزارش مهرانگیز عبداحد نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.